ایران آشفته پسا صفوی، قبایل و قدرت‌های بیرونی از هر سو. در این میان مردی از خراسان قدم برمی‌دارد، سرداری که نامش با برق شمشیر و نظم آهنین گره می‌خورد. نادر قلی خان، نادر شاه افشار. نادر از دل سختی ها می آید، با تکیه بر نسب که با توان میدان ابتدا افغان های اشرف را پس می زند، سپس روس و عثمانی ها را عقب می راند. در دشت مغان تاج می نهد، اما نه با رقص و شمشیر و آینه‌کاری صفوی، با وعده امید، امنیت، نظم و کاهش مالیات. او ارتشی می سازد که راه می رود، می جنگد و پیروز می شود. تفنگچی های آموزش دیده توپخانه و چابک و حتی زنبورک های شتر سوار. انضباط بیره اما دقیق، غارت بی اجازه ممنوع، تأخیر در رژه مساوی است با تنبیه. خود نادر ساده می پوشد، ساده می خورد و نیمه شبها از اردو سرزده بازدید می کند. سال 1739 دهلی، نادرشاه پس از سلسله از پیروزی ها وارد پایتخت گورکانیان می شود. آنچه به ایران باز می گردد فقط پیروزی نیست، گنجی بی سابقه از تخت